اساطیر و افسانه‌های کهن ایرانی. این قسمت قالیچه پرنده جت هوایی باستانی. طبق این افسانه یک قالیچه جادویی وجود داشته که از اون برای حمل و نقل و رسیدن سریع به جاهای خیلی دور استفاده میشد. بر اساس این افسانه قالیچه پرنده تو عصر هخامنشیان از جنس ابریشم ساخته شده. نکته اینجاست که ابریشم به کار رفته تو این قالیچه یه ابریشم معمولی نیست و این ابریشم به دست کرم‌هایی تولید شدن که از برگ درختای توت یه باغ تو شهر کاشان تغذیه کردند. این باغ هم یه باغ معمولی نبوده و خاک این باغ از کویر ریگجن در جنوب سمنان تامین شده بوده و به خاطر ضد جاذبه بودن ریگ‌های این کویر، این ویژگی و خاصیت ضد جاذبه و ضد گرانشی اول به درختان اون باغ و بعد به کرم‌های ابریشم منتقل شده بوده و همین مسئله راز اصلی به پرواز در اومدن قالیچه پرنده است. برخی اعتقاد دارند که اسکندر مقدونی برای به دست آوردن این قالیچه پرنده به ایران لشکرکشی کرد و تخت جمشید رو به آتش کشید. جالبه تو خرابه های تخت جمشید هم چند تار ابریشم با اون ویژگی ها به دست اومده. یه سری حکایت های دیگه هم درباره قالیچه پرنده وجود داره که میگه این قالیچه هم مثل قالی های معمولی روی دار قالی بافته شده و تفاوتش با قالیچه های معمولی تو مرحله رنگرزی اون بوده. طبق این حکایت در رنگرزی قالیچه پرنده از یک گل مخصوص استفاده شده که صنعتگران این گل خاص رو در چشمه‌های کوهستان پیدا کرده بودند و کشف کرده بودند که اگه این گل توی ظرفی حاوی روغن یونانی قرار بگیره خاصیت ضد مغناطیسی پیدا میکنه و به خاطر همین خاصیت ضد مغناطیسی الیاف به کار رفته توی قالیچه است که این قالیچه میتونه پرواز کنه. در پایان میخواستم بگم که خداوندا مرا از شر صدا سیما محفوظ بدار. لطفاً با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. مرسی.